ببخشید پیش من یک سوال خلق شد در مورد مملکت ایران. نمیدانم که چرا کارها صورت گرفت با احمد مسعود. سیاست میدانم که سیاست خودش یک سیاست گیم است و یک سیاستی است که روشنیش درست معلوم دار نیست در هر کشوری که هست. باز خصوصا در کشور ما مردم بسیار گیم ها بازی شده و در این گیم ها بسیار زیاد نقصان هم دیدیم، چه از همسایه، چه از بیگانه، چه از دور، چه از نزدیک. و همین یک کمک شک بر شدیم در سیاست ایران. نمیدانم که چی مسئله است و چی رو پیش گرفتن. واقعیت که این سیاست غیر نرمال است، به خاطر که من تمام ویدیوها را دیدم و شنیدم و همه چیز، هر چیز گفتگو میکنن، مگرم سیاست خودش یک سیاست دروغ است، یک گیم است. خدا کند که به نفع ما باشد، نه که به نقص و تاوان ما باشد، نه که با ضربه درستی نخوریم. می آدم یک ذره یک چرت میبره. اگر که ایران کدام مطلب دیگری داره، خب خداوند دیگه پیش از پیش هدایت کنه. باز بسیار زیاد شک هستم